همیشه افتخارم این بود که یه روز بیام و کنسرت حسن ریحانی رو از نزدیک ببینم. من سال 1341 در حال ساختش بودم. من با تقدیم کنم امیدوارم که دوست داشته باشید. چند تا عکس یادگاری با یه بغض و چند تا نامه، چند تا آهنگ قطیبی که غم دل خوشیامه، چشای مونده به راه و شب تنهایی ماه، یه دل بی سرپناه من و خونه، ساعتهای غرق خواب و ایمان بی تو خراب و یاد چند اما نمیشه بیای دوباره، نمیشه دستا تو گلدون گلای مریم بذاره،